در شهر ترسونزاده 139 مؤسسه تعلیمی بوده. از آن 71 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی، 31 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 23 مؤسسه تحصیلات ابتدایی میباشد. امروزها در مکتب‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر ترسونزاده رفتی امتحان‌های ختمی مکتب و از سیم به سیم گذرانی جریان دارد. ختم کنندگان با موفقیت ختم نمودن مکتب و به دست گرفتن نامه کمال از 6 فن امتحان میسپارند. من با باوری کامل گفته میتوانم که خوانندگان ما، ختم کنندگان ما دانشجو میشوند، نام دانشجویی رو میگیرند و همین نام مؤسسه ما رو بلند میبردارند، نام استادان خودشان رو بلند میکنند و آینده از اینها یک انسان به وجود آید که یک منفعت خودشان رو به جامعه رسانند. همین فخر ما میشود. در داخل کشور زیاد از 80 نفر خواننده ما قبول گردیده است، حجت سپرده است. امروز از روز 1 ایون تمامی دعوتنامه ها آورده شده هستند. ما دعوتنامه ها رو با داوطلبان تقسیم کردیم و 12 نفر داوطلب ما خواننده ختم کننده ما خارج کشور بسپردند که این هم بخت مکتب مؤسسه ما است و تا به امروز زیاد از 40 نفر خواننده ما در مؤسسه‌های عالی کشور بیرون تحصیل کرده هستند. از روی معلومات‌های شعبه معارف شهر ترسونزاده امسال 3606 نفر طالب علم از صنف 11 و 5684 نفر صنف 9 را ختم می‌نماید. باید گفت که امسال 1169 نفر ختم کنندگان حجت‌هایشان را به مرکز ملی تستی و از اینها زیاده از 20 نفرشان به دانشگاه‌های خارجی سپردند. 7 نفر ختم کننده صنف 11 با خارج کشور حجت‌هاشان را سپردند. 1 نفر ختم کننده مؤسسه تحصیلات میانه 86 طریق کوتای پرزنتی با دانشکده آموزگاری به نام صدرالدین عینی و فاکولته زبان ادبیات داخل شد. اتستاسیا در مؤسسه شفاف گذاشته ایستاده است. امروز آنها در برابر سپردن اتستاسیای ختم از آموزگاران درس‌های الهوایی گرفته تیاری به آمادگی مرکز ملی تستی می‌بینند. خب کوشش میکنیم که در آینده اتستاسیای باقی مانده بچه‌ها هم شفاف، مقصدناک، خوب گذرد. امروزها صنف‌های 4 10 4 5 6 7 8 صنف‌های 10 اتستاسیای از صنف به صنف گذرانی را با موفقیت ختم نمودند، انجام دادند و در اساس شورای آموزگاران به صنف‌ها گذرانده شدند. همین است که نتیجه زحمت استادان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی شهر ترسونزاده 157 نفر حالا در مکتب‌های خارجی تحصیل علم می‌نمایند.